آخه حافظ کل قرآن اینه که نزاعی ای بین عالم دین اینه که شیعه ای عالم دین اینه که تکفیری ای آخه رنگش درگور قطعی هم حافظ قرآن بدن شم یعنی که حافظ مثال حدیث بدن شم رنگش درگور برای منطقه ما اینا چی در کارن؟ برای همین برادرای عزیز و گرامی شما وقتاتون در اینا ضایع نکنید وقتاتون در اینها برادرای عزیز بیهوده صرف نکنید خداتون گناهگار نکنید شکر الله اگر شما خواهشی گوش کردن امر معروف داشته باشید این قدر دامله های ما شکر در همین اینترنت نام هر یک دامله را اگر پخش کنین صدها ساعت برای شما گوش کردن هست ببینین شما وقتی که میگابایت خریدی آمدی اینها را گوش نکن یا در برابر این همون کانالایی که همه فحشایی هم که اخلاقی ما ده هم زیان زلال دارد اونها را برادرها با این میگابایت ها با این مبلغات اونها را تماشا نکنید